نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در قسمت غربی مجموعه بزرگ تخت جمشید هستی دوستان عزیز. حجار بعد از قرار دادن این سنگ‌هایی که بعد از گذشت 2500 سال انقدر زیبایی سنگ‌ها روی هم دیگه قرار گرفتن برش داده شده که حتی اجازه یا فضای ورود یک برگ کاغذ به درون اینها وجود نداره. و اما پلکان زیبای باستانی رو شما اینجا میتونید ببینید که حجار بر بلندا میایسته دوستان. کارش رو که میکرده دونه به دونه این پلکان ها رو صاف میکرده تا به پایین میرسه. نمونهش رو شما میتونید اینجا ببینید. و اما وقتی سنگ ها رو روی همدیگر قرار میدادن دوستان، از طریق بحث هایی که ایجاد میکردن و به زیبایی آهن های مذابی رو در درون اونها میریختن، شما میتونید اینجا ببینید. اینها همون سرب های آهن های 2500 ساله ای هستن که در جای جا و چوف کردن این سنگ ها مورد استفاده قرار میگرفته.